سلام، من فرشاد زرین هستم، مدیر وبسایت آچار وردپرس، طراح سایت و کارشناس وردپرس. خب من قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنم خدمتتون عرض بکنم تمام ویدیوهایی که من واسهتون تولید میکنم داخل یوتیوب توی محیط کاملا معمولی ضبط شده، یعنی استودیو اینا نیست و لازم صدایی ممکنه نامطلوب باشه و صداهای مختلفی هم ممکنه شما حتی بشنوید. هدف منم تنها اینجا تولید محتوا هست و امیدوارم در کنار هم دیگه بتونیم یه نکات کاربردی رو یاد بگیریم و حالا اگه یه سری سر و صداها و اینجور داستان ها اومد دیگه به خوبی خودتون ببخشید. خب چراغ اول رو روشن بکنیم با یه آموزشی که فکر کنم دیگه هزاران آموزش ازش هست، چه فارسی چه انگلیسی، چه دیگه بخواید توی چت جی پی تی سرچ بکنید بهتون بگه و خیلی شاید تکراری باشه، اما گفتیم حالا از یه جا شروع بکنیم و شروعش رو بذاریم یه آموزش خیلی ابتدایی و آسون دیگه. گفتیم حالا که همه گفتم ما هم بگیم، ما هم حالا یه دونه روش چه ایرادی داره. آموزش نصب سریع وردپرس روی هاست هست. بریم ببینیم که حالا منم به مدل خودم بگم که بالاخره یه دونه آموزش نصب سریع وردپرس هم از آچار وردپرس باشه. خب خدمتتون عرض بکنم که ما بر فرض اینکه شما هاست رو خریدین و DNS ها رو ست کردین و همه چیز اوکی هست و حالا میخواین وردپرس رو نصب بکنین و برین حالا قالب روش نصب بکنین یا خدمتتون عرض بکنم با المنتور بشینین طراحی صفحه بکنین و خب قطعاً بعد از اینکه هاست رو خریداری کردین از طریق پنل هاستینگتون یا لینک سی پنل یا دایرکت ادمین، این آموزش حالا توی سی پنل دایرکت ادمینش هم حالا اگر یه زمانی شد ویدیو میگیریم ولی تفاوت آنچنانی نداره. حالا از هر هاستینگی که دارید قطعاً یه ورود به پنل، ورود به سی پنل، ورود به پنل هاستینگ دارن هر کدوم و میتونید وارد پنل هاستینگتون بشین. حالا اینجا برای ما که سی پنل هست. خب قبل از این که حالا بریم سراغ نصبش رو ببینیم چه مراحلی داره، قطعا باید اول ما وردپرس رو دانلود بکنیم دیگه. وردپرس رو چجوری دانلود میکنیم؟ میایم توی گوگل دانلود وردپرس فارسی سرچ میکنیم و اولین لینکی که مربوط هست به خود سایت وردپرس fa.wordpress.org سایت اصلی وردپرس هست، نسخه فارسیش. روی هیچ لینک دیگه کلیک نکنید حتی اگر مشکلی نداشته باشن، مثل سایت های دانلودی که دارین این پایین میبینین. فقط و فقط از سورس اصلی خود وردپرس نسخه فارسی وردپرس رو دانلودش بکنیم. روی لینک کلیک بکنین ما وارد سایت وردپرس نسخه فارسیش میشیم. یه دکمه اینجا هست دریافت وردپرس 671 که این زمانی که ما داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم این جدیدترین نسخه وردپرس هست. وردپرس هم که دانلودش کردید در واقع شما داخل یک فایل زیپ وردپرس رو دارین که حالا اگر بازش بکنین محتویات در واقع اصلی خود وردپرس داخلش هست. خب ما حالا وردپرس هم دانلود کردیم، برمیگردیم دوباره به پنل سی پنلمون اینجا و اسکرول میکنیم یه مقدار پایین قسمت فایل منیجر و ما وارد فایل منیجرمون میشیم. بعد از اینکه ما وارد فایل منیجرمون شدیم یک پوشه اینجا هست که به علامت گلوب یا کره هست که پوشه پابلیک HTML هست. خیلی حالا نمیخوام وارد این بحثا بشیم که حالا پابلیک HTML چیه و از اینجور داستان ها، ولی خب روت اصلی وبسایت شما پابلیک HTML هست و تمام فایل های وبسایت شما،
فرقی نمیکنه چه وردپرس باشه چه با سایر CMS ها و چه برنامه نویسی باشه باید داخل پوشه پابلیک HTML ریخته بشه. خب داخل پوشه پابلیک HTML ما اگر میخوایم وردپرس رو آپلودش بکنیم، حالا با این فولدر در واقع CJVin کاری نداریم، اینجا میتونیدم پاکش بکنید، هیچ نکته خاصی درش نیست حالا، و ما گزینه آپلود رو اینجا انتخاب میکنیم، میایم اینجا و فایلمون رو درگ میکنیم داخل دراپ فایل سیر تو استارت آپلودینگ تا فایلمون شروع به آپلود کردن بشه و بعد از اینکه در واقع این پروگرس بار سبز شد به معنای این هست که فایل ما آپلود شده. لطفاً حتما بذارید که این پروگرس بار سبز رنگ بشه، یعنی تا زمانی که سبز رنگ نشده این 100% به معنای کامپلیت شدن و تکمیل آپلود وردپرس نیست. حالا به خاطر محدودیت‌های هاستینگ، سرعت اینترنت و یه سری مسائل دیگه بعضی وقتا این یه مقدار طول میکشه. خب این سبز رنگ شدنه الان به معنای این هست که خدمتتون عرض بکنم فایل کاملا آپلود شده. خب من این تب رو میبندم، یه دونه اینجا ریلود میکنم، اینجا من وردپرسم رو دارم، راست کلیک میکنم روی این فایل زیپ، گزینه اکسترکت رو انتخاب میکنم، اکسترکت فایلز رو انتخاب میکنم، فایل اکسترکت میشه، من اینجا این فایل رو دیلیتش میکنم، دیگه بهش نیازی ندارم. اینجا من یه پوشه وردپرس دارم، وارد این پوشه میشم. خب تمام این محتویات این فایل ها رو حالا من باید بریزم داخل پوشه پابلیک HTML. خیلی راحت یه سلکت آل اینجا انتخاب میکنم و یه دونه از این پوشه ها رو من درگش میکنم داخل این قسمت، این سایت بار کناری سمت چپ و کلیک اند درگ میکنم تا فایل ها به پوشه پابلیک HTML. اینجا کلیک میکنم و میبینید فایل ها اینجا در واقع آپلود شده. یه پوشه وردپرس هم اینجا دارم، دیگه نیازی بهش ندارم، کانفرم رو میزنم، این رو دیلیتش میکنم. خب حالا باید چی کار بکنیم؟ حالا برمیگردیم به همون سی پنل. حالا باید کاری که انجام بدیم ساخت یک دیتابیس هست. دیتابیس یا پایگاه داده چیه؟ دیتابیس یا پایگاه داده، حالا اونایی که یه مقدار آشنایی دارن و طراح سایت هستن و وردپرس آشنایی دارن خب قطعا دیگه دیتابیس میدونن چیه، ولی برای یوزری که در واقع تازه کار هست و بار اولش شاید باشه میخواد آشنا بشه با نصب وردپرس اینا، دیتابیس در واقع لازمه هر وبسایت داینامیک هست. حالا فرقی نمیکنه وردپرس باشه، جمله باشه، اوپن کارت باشه، پرستا شاپ باشه، برنامه نویسی باشه، فرقی نمیکنه. دیتابیس حیاتی ترین قسمت یک وبسایت هست. در واقع دیتابیس مغز یک وبسایت هست. تمام اطلاعات، به عنوان مثال وبسایت فروشگاهی، اطلاعات مشتری‌ها، اطلاعات خریداشون، اطلاعات آدرسشون، شماره موبایلاشون، سفارش‌هاشون، پرداختشون، تمام اینها و تمام این اطلاعات درون فایلی به نام دیتابیس ذخیره میشه. حالا با فرمتش چیه و این دیتابیس از چه نوعی هست حالا فعلا با این مسائل کاری نداریم، امیدوارم بشه در ویدیوهای بعدی بیشتر در مورد اینها توضیح بدم. پس ما هم برای اینکه میخوایم یک وردپرس داشته باشیم و اطلاعاتش ذخیره بشه باید حتما یک دیتابیس داشته باشیم. خب میایم اینجا قسمت دیتابیسز، منیج دیتابیسز رو انتخابش میکنیم. خب قسمت منیج دیتابیسز ما اینجا یک گزینه داریم به نام Create New Database. معمولاً که نه، همیشه قسمت اول نام دیتابیس نام در واقع یوزر سی پنلتون هست. خب یک قسمت دوم داره که حالا اون رو میتونیم خودمون انتخاب بکنیم. سعی کنیم از اسمای خیلی حالا عمومی هم حالا استفاده نکنیم، مقدار بحث امنیتیش رو هم رعایت بکنیم و یه اسمی انتخاب بکنیم که هم معنادار باشه هم خیلی حالا به اصطلاح
برای حدس و ورود ایزی نباشه. خب من حالا اینجا مثلا میزنم db main به معنای دیتابیس اصلی، روی دکمه create database کلیک میکنم. خب من اینجا دیتابیس هم ساخته میشه. این رو من نامش رو اینجا انتخاب میکنم. بعضیا فکر میکنن که همیشه این قسمت، یعنی اون چیزی رو که وارد کردن فکر میکنن نام دیتابیس هست. توجه کنید دوستان، نام اصلی دیتابیس همون قسمت اصلی به اضافه اون نامی هست که شما وارد کردین. خیلی از بچه‌هایی که تازه کار هستن و دارن یاد میگیرن، بعد از اینکه این کارا رو انجام میدن میخوام بیان وردپرس رو نصب بکنم، با خطای دیتابیس روبرو میشن به دلیل اینکه فکر میکنن خب این قسمت رو که ما وارد نکردیم، اینو ما وارد کردیم که اسم دیتابیس هست. نه، این اسم کامل دیتابیس هست. این رو کپیش میکنید، خدمتتون عرض بکنم داخل یه نوتپد من این رو پیست میکنم داشته باشم. گو بک رو میزنم. خب حالا بعد از این که من دیتابیس رو درست کردم، هر دیتابیس باید یک یوزر هم داشته باشه. توجه بکنید این دیتابیس یوزر با یوزر وردپرس که بعداً درست خواهیم کرد فرق داره. این یوزری هست که میتونه به دیتابیس دسترسی داشته باشه که بخش خیلی مهمی هست. پس این رو لطفاً با یوزر وردپرس اشتباه نگیرین. یوزر دیتابیس با یوزر وردپرس کاملا دو بحث متفاوت هستن. قسمت دیتابیس یوزرز add new user هم مثل خود دیتابیس نیم همون در واقع بخش دیفالت رو داره، این بالا که ما اینجا داشتیم، و یه بخشی هم ما حالا میتونیم وارد بکنیم. من این رو میزنم حالا db user و خدمتتون عرض بکنم که یک پسورد هم حالا با استفاده از جنریتد پسورد خود فایرفاکس من استفاده میکنم که یک پسورد امنیتی باشه. پسورد دیتابیس فوق العاده مهمه، به شدت باید امنیتی باشه و حروف کوچک، حروف بزرگ، کاراکترها و اعداد باید درونش باشن و حداقل 8 کاراکتر هم باید باشه. خب من پسورد رو هم اینجا کپی میکنم، توی نوتپدم داشته باشم. اطلاعات دیتابیستون رو حتما در یک فضای امن، در یک محیط آفلاین هم، حالا روی کامپیوترتون یا روی فلش یا روی هر دیوایس ذخیره سازی دیگه هم سعی کنید داشته باشید، به دلیل اینکه دیتابیس عرض کردم که از مهمترین بخشای یک وبسایت هست. خب روی دکمه create user من کلیک میکنم، نداریم. خب برای در واقع یوزر هم دقیقاً همون داستان دیتابیس هست. قسمت اصلی هم، قسمت دیفالت هم بخشی از نام یوزر هست. من این رو هم پیست میکنم اینجا. خب پس ما الان 3 تا در واقع دیتا برای ذخیره داریم دیگه: نام دیتابیس، یوزر دیتابیس و پسورد دیتابیس. خب حالا گو بک رو میزنم. کار ما اینجا هنوز تموم نشده. حالا ما باید این یوزر رو به دیتابیس اضافه بکنیم. بگیم حالا این یوزر حق داره دسترسی داشته باشه به این دیتابیس. خب یوزر db یوزر، دیتابیس db main. خب قطعا ما اینجا فقط یه یوزر و یک پایگاه داده داریم. اگر زمانی ما چندین وردپرس روی هاستمون داشته باشیم، مثلا ساب دامین باشه و اینا، ما ممکنه با چندین دیتابیس، ممکن که نه قطعا با چندین دیتابیس و چندین یوزر در ارتباط هستیم. پس موقعی که چند تا دیتابیس یوزر دارید حتما دقت بکنید که یوزر در واقع هدف رو، اون یوزری که میخواید رو به همون دیتابیسی هم که نیاز دارین متصل بکنین که دچار اشتباه نشین. خب اینجا من روی دکمه add کلیک میکنم. خب manage my database, manage user privileges در واقع دسترسی ها رو داره میگه. حالا هر کدوم از اینها چی هستن اگر
زبانتون خوب باشه که باید قطعا خوب باشه متوجه میشین قابلیت هایی که یوزر در واقع میتونه روی دیتابیس داشته باشه. خیلی نمیخوام واردش بشیم. مثلا ایجاد کردن، حذف کردن، ایندکس گرفتن، پاک کردن، اجرا کردن، آپدیت کردن، انتخاب کردن، قفل کردن. حالا این چیزایی که اینجا یه چند تایشون من بهتون گفتم. برای اینکه یک یوزر و یک در واقع دیتابیس وردپرس به درستی کار بکنه، یوزر اون دیتابیس باید تمام دسترسی ها و قابلیت های ادیت، حذف و ویرایش رو کاملا و مشاهده رو کاملا روی دیتابیس داشته باشه. پس گزینه All Privileges رو انتخاب میکنیم، روی Make Change کلیک میکنیم و اینجا با پیام سکسس روبرو میشیم که این یوزر در واقع تمام دسترسی ها رو به این دیتابیس داره. برمیگردیم روی سی پنل. خب حالا برمیگردیم روی فایل منیجرمون. اینجا ما یک فایلی داریم به نام wp-config-sample.php. این فایل یکی از مهمترین فایل های روت وردپرس هست که داخل پابلیک HTML هست. فایل کانفیگریشن یا پیکربندی وردپرس که در واقع ما اطلاعات دیتابیس رو وارد این فایل میکنیم. بسیار فایل مهمی هست، نکات خیلی زیادی داره. این فایل خیلی کارا باهاش میشه کرد و از لحاظ امنیتی هم این فایل باید یک فایل در واقع سعی بکنید حالا با لایه‌های امنیتی دسترسی این فایل رو به هکرها سخت‌تر و سخت‌تر بکنید. حالا خیلی وارد داستانش نمیخوام بشیم چون دنیایی از اطلاعات رو خود این فایل داره. خب قبل از اینکه وارد این فایل بشیم 2 بار کلیک بکنید با یک مقدار فاصله، یعنی یک کلیک به این ترتیب. حالا خب من با یک کلیک تونستم رینیم بشم، حتی دابل کلیک شد. ببینید اینجا که وقتی انتخاب هست یک کلیک دیگه هم بکنید فایل به حالت رینیم تبدیل میشه که میتونید اسم فایل رو تغییر بدید. خب همونجور که میبینید اینجا نوشته سمپل یعنی نمونه. خب این یک فایل سمپل هست، این رو وردپرس گذاشته که به عنوان یک فایل نمونه هست. شما برای اینکه اطلاعات دیتابیس رو وارد بکنین و بتونین وردپرس رو نصب بکنین، این سمپل باید از اینجا پاک بشه. یعنی فقط باید اسم فایل بشه wp-config.php مثل همه فایل‌های بالایی که می‌بینید، مثل wp activate, blogger header, comments post, cron, load, login, mail و بقیه فایل ها. خب من این رو پاکش میکنم، یه اینتر میزنم، این فایل میشه wp-config.php. خب حالا روی فایل راست کلیک میکنم، گزینه ادیت رو انتخاب میکنم. برای بار اول که اگر وارد هاستینگتون شدید اینجا یک باکسی همیشه باز میشه برای انکودینگ کاراکترها هست. دیسیبل انکودینگ چک رو بزنین که دیگه این کادرم باز نشه. خب حالا وارد در واقع ادیتور فایل سی پنل میشیم، فایل منیجر سی پنل میشیم. ما اینجا فقط الان با 3 تا گزینه کار داریم. خب با بقیه قسمت ها کار نداریم، بهشون هم به هیچ عنوان دست نمیزنیم به دلیل اینکه یک تغییری اگر روی این فایل داده بشه، به غیر از حالا این کاراکترهای سبز رنگ که کامنت و توضیحات هستن، بقیه کاراکترها این قسمت ها به هیچ عنوان نباید تغییر داده بشه. خب 3 تا گزینه ما داریم اینجا. define، در واقع 3 تا define داریم یعنی تعریف کردن. db name که داخل سینگل کوت database name here، user name here و password here هست. دقیقاً همون 3 تا اطلاعاتی که ما اینجا ذخیره کردیم، نام دیتابیس، یوزرش و پسوردش. خب خیلی راحت من این رو کپی میکنم، فقط این دیتابیس نیم هیر رو انتخاب میکنم، اون سینگل کوت ها رو بهش عنوان دست نمیزنم، باید داخل اینها باشه. چک بکنید کاربرانی که معمولا بار اول دومشون هست اشتباه میکنن، اونها رو هم پاک میکنن و فقط نام دیتابیس رو میذارن که این باعث میشه با خطای در واقع ارتباط و نصب دیتابیس حین نصب وردپرس روبرو بشید. خب اینو پاک میکنم، پیست، نصب و یوزر
اینو انتخابش میکنم، پیست، و پسورد رو هم اینجا داخل پسورد هیر من وارد میکنم و پیست رو میزنم. خب سیو چنج رو من میزنم تا فایل ذخیره بشه، سکسس رو دریافت میکنم، کلوز رو انتخاب میکنم، روی اوکی هم میزنیم تمام، و فایل کانفیگ ما الان دارای اطلاعات دیتابیس هست، یعنی وردپرس الان به دیتابیس وصل هست. خب حالا بیایم داخل مرحله بعدی. مرحله بعدی در واقع مرحله نصب وردپرس. قبل از این که من برم روی نصب وردپرس، کاری که همیشه من انجام میدم معمولا ساخت یک ایمیل سازمانی یا ایمیل بر اساس نام دامین شما هست که من اون رو در واقع قرار میدم به عنوان ایمیل ادمین وردپرس که اون ایمیل خیلی کاربردها داره. حالا امیدوارم توی ویدیوهای بعدی بتونم خیلی راجع به اینها صحبت بکنم. در واقع اینجا ساخت داخل همین آموزش هم ساخت ایمیل سازمانی هم یاد میگیرید. در واقع 2 تا آموزش میشه در یک ویدیو. خدمتتون عرض کنم حالا این ایمیله که توی نصب وردپرس وارد میکنیم و ایمیل ادمین وردپرس میشه، خیلی کاربردها داره. خطاهای وبسایت شما، اطلاعات به روز رسانی وبسایت شما اگر وبسایتتون فروشگاهی باشه، اطلاعات خریدهاتون، پیام‌های تماسی که از فرم تماس دریافت می‌کنید، همه میتونه داخل این ایمیل بیاد. با این ایمیل سازمانی میتونید مکاتبه بکنید با سایت‌های دیگه و یک فرم رسمی و حرفه‌ای‌تری رو داره تا نسبت به اینکه بخواید شما یک جیمیل یا حالا یاهو یا هر در واقع سرویس دهنده میل دیگه‌ای رو استفاده بکنیم و در واقع به کار شما کردیت بیشتری اضافه میکنه. خب قسمت ایمیل برمیگردیم توی cPanel Tools. ایمیل اکانت رو انتخاب میکنیم، وارد این صفحه میشیم. یه ایمیل پیش‌فرض سیستمیه، با اون کاری نداریم. روی دکمه create اینجا کلیک میکنیم. یوزرنیم بخش در واقع اصلی این ایمیل اون نام دامین شما هست. خب اینجا مثلا @acharwp.ir هست و این یوزر اون یوزریه که حالا شما میتونید وارد بکنید دیگه. معمولا اینفو هست، یعنی در اکثر مواقع اون ایمیل مکاتبه‌ای یک وبسایت ایمیل اینفو از اینفورمیشن هست. کانتکت رو میزنن، اگر مثلا یه وبسایتی تبلیغات بگیره ادز میذارن، اگر یه وبسایتی در واقع سفارش بخواد بگیره سیلز میذارن و هر بخشی ممکنه اگر دپارتمانی باشه هر بخشی ممکنه دپارتمان در واقع ایمیل اون دپارتمان خودش رو داشته باشه. حالا اینجا ما به همون کلیشه همیشگی اینفو رو میذاریم که ایمیل اینفو درست میکنیم و یه پسورد امنیتی دیگه هم حالا خیلی شبیه همون قبلی میشه، شبیه همون دیتابیس شد. اینم من 2 تا کاراکترش رو برداشتم کپی میکنم، پسورد ایمیلم هم اینجا دارم و روی دکمه create کلیک میکنم. حالا اینجا ستینگایی داره، وارد ستینگاش نمیخوایم بشیم. حجم ذخیره سازی اون باکس ایمیل هست و روی پیش‌فرض ما در واقع نگهش میدیم. روی دکمه create من کلیک میکنم. خب اینجا ایمیل سازمانیم یا حالا ایمیلی که بر اساس اون اسم دامینی که دارم ایمیل وبسایت هم درست میشه. اینجا ایمیلم هم دارم و حالا برمیگردیم به cPanel و دیگه حالا واقعا آماده هستیم تا بریم وردپرس رو نصب بکنیم. خب مسیر نصب وردپرس چیه؟ من اسم وبسایتم اینجا acharwp.ir هست. مسیر نصب وردپرس به این ترتیب هست. حالا من توی این نوتپد اول واردش میکنم. من آدرس وبسایت رو اینجا کپی کردم پیست میکنم. wp-admin/install و معنی نصب کردن .php. WP ادمین که این پوشه ادمین وردپرس هست و ما میخوایم
از طریق فایل install.php که داخل این wp ادمین هست وردپرس رو نصب بکنیم. خب حالا اینجا که دیگه قطعا میشه اسم دامین شما، ولی این مسیر در واقع خدمتتون عرض بکنم که پیش‌ورزی هست که برای نصب وردپرس هست. حالا اگر شما یک وردپرس دیگه داخل یک پوشه دیگه از پابلیک HTML، یعنی داخل پوشه پابلیک HTML یه پوشه دیگه گذاشتین و میخواین وردپرس رو توی اون پوشه نصب بکنین، قطعا خب اونجا باید اسم اون پوشه هم تایپ بکنین. این نکته رو یادتون باشه، یعنی عیناً باید همون مسیری باشه که توی پابلیک HTML هست. خب ما اینم حذف میکنیم اینجا، من این رو کپیش میکنم و حالا اینجا میام پیست اند گو رو میزنم. خب همه چیز اوکیه. اگر شما این صفحه رو ندیدید، یعنی اگر شما این صفحه خوش آمدید رو ندیدید و با هر خطای دیگه روبرو شدید که معمولاً میتونم بگم 70-80% حالت در واقع اتفاقاتی که میفته معمولاً به خاطر اینه که این سمپل WP config رو بر نداشتن، اینجا داخل پوشه WP config اشتباه کردن، از این سینگل کوتا یکیشو پاک کردن یا دوتاشو پاک کردن، یا اومدن دوباره یا این تیکه اصلی رو در واقع پیست نکردن، فقط این قسمت دوم رو تایپ کردن پیستش کردن، یا دستی وارد کردن اشتباه شده، یا پسورد یه کاراکترش رو نذاشتن. معمولاً و در اکثر اوقات خطایی که افرادی که تازه کار هستن به خاطر همین فایل WP config هست که چنین مسائل و مشکلاتی رو به وجود آوردن که وردپرس نصب میشه. در غیر این حالت توی اتفاقات دیگه ممکنه همون لحظه هاستتون قطع باشه که خیلی کم پیش میاد. حالا اینجا خودش نوشته به فرآیند معروف 5 دقیقه‌ای رانندگی وردپرس خوش آمدید. تمام این پروسه‌ای که من به شما گفتم واقعا زیر 5 دقیقه قابل انجام هست. تا اینجا ویدیو ما فکر کنم بالای 20 دقیقه شده. به خاطر حالا توضیحات اضافه‌ای بوده که من به شما دادم که بیشتر آشنا بشید با مسائل و اطلاعاتی که هست. شاید خیلی از ویدیوهای آموزشی یا لینک‌ها رو ببینید خیلی در واقع راف و مستقیم به شما گفتن اینو وارد کن، اینو وارد کن، اینو انجام بده، اینو بزن، اینو بزن، اونو بزن و گفتن که برو در واقع وردپرست نصب میشه. من سعی کردم که حالا یه سری دیتاهای اضافی هم به شما بدم. خب بخش پایینی کارمون هست اطلاعات مورد نیاز. عنوان سایت هست که دیگه حالا عنوان سایتتون هرچی هست رو اینجا وارد میکنین. من حالا آچار وردپرس هست، اینجا میزنم آچار وردپرس. نام کاربری این همون چیزی هست که گفتم تفاوت داره با اون دیتابیس یوزری که اینجا قرار داره. این نام کاربری هست که وارد پیشخوان وردپرس میخواید بشید، برید پست بذارید، مقاله بذارید، عکس آپلود بکنید، سایتتون رو ادیت بکنید، تنظیماتش رو تغییر بدید و اصل کار ماجرا در واقع. خب من اینجا میام حالا یک یوزر نیم هم انتخاب میکنم، آچار مثلا یوزر مین. حالا انتخاب یوزر نیم وردپرس خیلی باز نکات داره، از اسمای خیلی تابلو مثلا ادمین یا یوزر خالی یا اسم اصلی وبسایتتون، دامینتون، یا اسمای خیلی ساده نباید استفاده بکنید. یه مقدار اسمی باشه که هم قابل فهم باشه و هم این که خیلی برای گس و حدس زدن آسون نباشه. خب من اینو انتخابش میکنم، نام کاربری پیست میکنم، یه رمز عبور خودش پیش‌ورز اینجا برای من قرار داده. خیلی دیگه این کاراکترهای پیچیده‌ای حالا من یه مقدار سبکترش هم میکنم، در این حد به نظرم خوبه. رمز عبور رو هم کپیش میکنم. سعی کنید از رمز عبورهای امنیتی حتما استفاده بکنید، از رمز عبورهای مثل مدل‌های 1 2 3 4 5. البته اینجا در واقع خدمتتون عرض بکنم که
باکسی هست اینجا که به شما میگه این پسوردی که انتخاب کردید قویه، ضعیفه یا سسته و به شما اجازه نمیده معمولا پسورد سست استفاده بکنید یا ضعیف استفاده بکنید و نباید هم استفاده بکنیم مگر اینکه دیگه اون وردپرسی که میخواید نصب بکنید فقط جنبه تست داره و هیچ وبسایت واقعی یا رسمی رو نمیخواین انجام بدین. خب این ایمیل همون ایمیله هست که من توی ایمیل اکانتس، ایمیل سازمانی درست کردم، برای همین اون رو اونجا درست کردیم که بیایم اینجا وارد بکنیم. ایمیل سازمانی یا ایمیل ادمین وردپرسمون رو هم انتخاب میکنیم، پیست رو میزنیم و گزینه آخر نمایش موتورهای جستجو. از موتورهای جستجو درخواست کنید تا محتوای سایت رو بررسی نکنن. این بر عهده موتورهای جستجو که خواسته شما احترام بگذارن، احترام میذارن. خب این گزینه مهمیه. اگر شما یک وبسایت برای در واقع مشتریتون میخواید طراحی بکنید، یک وبسایتی هست به عنوان طراح وبسایت پروژه‌ای رو گرفتید، یا وبسایت خودتون هست یا وبسایت فروشگاهیه، وبسایت شرکتیه، حتما باید این گزینه رو انتخاب بکنید. گزینه نو ایندکس هست، گزینه‌ای هست که به شما میگه حالا که من این سایت رو رانش کردم با وردپرس آوردم بالا، این رو گوگل نخونه، چون گوگل به صورت خودکار اینترنت رو داره مدام کرال میکنه و شروع میکنه به خوندن. حتما این گزینه رو بزنید. حتی اگر به نظرم وبسایت برای تست و آزمایش هم دارید بازم بزنید. شاید یه زمان خواستید اون وبسایت رو تغییرش بدید به وبسایت واقعی، بعدن یه سری مسائل به وجود میاد که حالا واردش نمیخوایم بشیم، درد و سرایی داره. پس این گزینه رو بزنید. حتما اگر یه وبسایت واقعی قراره طراحی بکنید که این گزینه رو حتما بزنید که گوگل وبسایت شما رو نخونه. هر موقع تغییراتتون تموم شد، کارهای فنی وبسایت هم تموم شد و وبسایت آماده لانچ هست و در واقع آماده نمایش هست به یوزر، حالا تو تنظیمات وردپرس میریم این گزینه رو برمیداریم. بعد از اون میتونید دیگه حالا به گوگل هم اجازه بدید که وبسایت شما رو ببینه. خب راه اندازی وردپرس رو من انتخاب میکنم، گزینه سیو هم میزنم حالا داشته باشم. انجام شد، وردپرس فارسی نصب شد. با سپاس، از شما لذت ببرید. نام کاربری رمز عبورم که نشون به شما نمیده. ورود رو من میزنم. بله، به این ترتیب من وارد صفحه لاگین وردپرس میشم. نام کاربریم که هست، پسوردی هم که اینجا در واقع ذخیره کردیم هم که اینجا هست و ورود رو میزنم و وارد پیشخوان وردپرس میشم و به همین ترتیب ما وردپرس رو نصب کردیم. حالا توی ویدیوهای بعدی امیدوارم خیلی بتونم ویدیوهای مختلف براتون آماده بکنم. امیدوارم بتونم که ویدیوهای دیگه براتون بذارم. اولین چراغ رو با آموزش نصب وردپرس روشن کردیم. امیدواریم که از این آموزش لذت برده باشید. سعی کردم از کلیشه های آموزش هایی که هست یه مقدار تغییرش بدم. در واقع روغنش یه مقدار زیاد کردم، دورشین بهش اضافه کردم و یه مقدار دیتاهای بیشتری سعی کردم بهتون بدم که مثل آموزش های معمولی که حالا چه فارسی چه انگلیسی، حالا چه تو یوتیوب انگلیسی و فارسی هست نباشه. یه مقدار توضیحات بیشتری سعی کردم بهتون بدم که یه دو تا نکته شاید اضافه تر حتی اونهایی که یه مقدار قبلا کار کردن هم بیشتر یاد بگیرم. وبسایت من archerwp.com، لینک ها رو من توی دیسکریپشن ویدیو براتون قرار میدم. لینکدین من فرشاد زرین هست، اونجا مقاله های وبسایت یا سری نکات مختلف رو من به شما آموزش میدم. لینک اون هم میذارم. یک پیج اینستاگرام هم داریم، گروه تلگرام هم داریم. اینها رو فراموش نکنید لطفاً. اگر این ویدیو رو دیدید لایک، سابسکرایب و
کامنت هم فراموش نشه و ممنون هستم از همراهیتون. تا ویدیو بعدی امیدوارم که روزگار خوشی رو داشته باشین. به امید دیدار مجدد.